اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. سخنگوی امارت اسلامی محترم مولوی ذبیح الله مجاهد می گوید صادرات کشور به ترکیه و فرانسه از کمپانی های پامیر کولا آغاز شد. آقای مجاهد می افزاید ما افغانستان را به کشور صادر کننده تبدیل خواهیم کرد. یک بخش جدید برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه رحمان مین کابل افتتاح شد. پیش از این بخش های جدید برای پذیرش اطفال دچار سوء تغذیه در شفاخانه احمدشاه بابا مینه، شفاخانه ایرینای سلیمی، شفاخانه فرانسوی ها و شفاخانه دشت برچی کابل افتتاح شده بود که به گونه رایگان خدمات ارائه می کردند. وزارت معادن و پترولیم می گوید یک انجینر و کادر افغان به نام مطیع الله همایون به کشور دعوت و به حیث رئیس ریاست جیوفیزیک وزارت معادن و پترولیم تعیین گردید. وزارت سرحدات، اقوام و قبایل جلسه را برای حل مشکلات مردم پنجشیر برگزار کرد. در پروگرام نام برده از ولسوالی های مختلف و مرکز ولایت مذکور علمای کرام، متنفذین قومی و مردم عوام اشتراک نموده بودند. شاروالی کابل می گوید به سطح ناحیه 21 برای آبیاری و سرسبزی مناطق سرسبز حشر صورت گرفت. از سوی امریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت زابل امتحان مسابقه سیرت نبوی در شهر قلات اخذ گردید. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کشور در دیدار با هیئت مجلس نمایندگان ایران بر امنیت، مبارزه علیه مواد مخدر، تامین امنیت سرحدات و تجارت گفتگوی مفصل صورت گرفت. سنگ تهداب یک مسجد در ولسوالی شولگره ولایت بلخ گذاشته شد.